ماکیاولی به قدرت چگونگی به دست آوردن و حفظ آن می‌پردازد. قدرت همه چیز است. در اختیار داشتن قدرت مهم است، نه استفاده از قدرت برای هدفی خوب. حاکم به نفع خود حکومت می‌کند، نه به نفع کسانی که بر آنها حاکم است. شهروندان تحت حاکمیت او مثل گوسفندانی هستند که باید پشم آنها چیده شود یا تهدید به نابودی شوند. به صراحت بگوییم، اخلاق از یک اصل تشکیل می شود. قبل از اینکه دیگران حسابت را برسند، حساب آنها را برس. از نظر ماکیاولی درس‌های او بر اساس نمونه‌های تاریخی و غیر قابل انکار هستند. نمونه‌های تاریخی او برای نشان دادن این موضوع انتخاب شدند که موفق‌ترین حاکمان ظالم اغلب مردانی با توانایی‌های متوسط هستند که به قدرت اتکا می‌کنند و در کسب آن کاملاً بی‌رحم هستند. درسی که استالین و هیتلر آن را فراموش نکردند. سقراط فیلسوفی تاثیرگذار بود، زیرا او پایه و اساس یک چهارچوب فکری را بنیان نهاد که ما امروزه آن را ایده آموزش عالی می‌نامیم. عیسی پایه مسیحیت را گذاشت و کنفوسیوس چهارچوب تمدن چین را بنا کرد. ماکیاولی نحوه تفکر مردم را دگرگون نکرد، او مردم را آنگونه که هستند توصیف کرد. درس‌های او در طول تاریخ ثبت شده‌اند. ماکیاولی معتقد بود که قدرت چیزی است که مردم طالب آن هستند و برای رسیدن به آن دست به هر کاری می‌زنند. او می‌گوید آموزه‌های سقراط، عیسی و کنفوسیوس از نظر فکری خوب هستند، اما مردم در عمل چنین رفتاری ندارند. او قانون طلایی را اینگونه بازنویسی می‌کند: قبل از اینکه حساب شما را برسند، حساب آنها را برسید. او معتقد بود که در دنیای واقعی یک فرد باید طبق قوانین روشن قدرت زندگی کند. هیتلر می گفت که کتاب شهریار تأثیرگذارترین کتابی بود که او خوانده بود و اغلب برای راهنمایی به آن مراجعه می کرده است. ماکیاولی در زمان رنسانس در ایتالیا زندگی می کرد. فلورانس یک جمهوری آزاد بود که برای خودمختاری، آزادی و شکل دموکراتیک حکومت ارزش قائل بود. ماکیاولی در خانواده‌ای سرشناس پرورش یافت. او تحصیلات خوبی داشت که روی آثار کلاسیک لاتین متمرکز بود. او به این باور رسید که میتوان از تاریخ به عنوان ابزاری برای درک زمان حال استفاده کرد. ماکیاولی وارد خدمات دولتی شد و به سرعت مدارج ترقی را طی کرد و به مقامی مورد اعتماد جمهوری فلورانس نائل گشت. او به مأموریت‌های دیپلماتیک می‌رفت و سفرهای زیادی می‌کرد. به خاطر نوشتن گزارش‌های شفاف درباره فعالیت‌های دیپلماتیک خود شهرت پیدا کرد و در این گزارش‌ها به زبان ایتالیایی مسلط بود. اگرچه در قرن 15 کتاب‌های علمی و فرهنگی عموماً به زبان لاتین نوشته می‌شدند، اما او متوجه شد که زبان ایتالیایی یک ابزار قدرتمند است. درک عمیق‌تر و بهتری پیدا کرد که سیاست چگونه عمل می‌کند، نحوه عملکرد سیاستمداران چیست و چه اهمیتی برای آنها دارد. در سال 1512 تغییری ناگهانی در سیاست فلورانس رخ داد. ارتش مزدور پاپ ژولیوس دوم فلورانس را فتح کرد و متعاقب آن دولت فلورانس مجبور شد از قانون اساسی جمهوری خود دست بکشد و خانواده مدیچی، یکی از حاکمان فلورانس، دوباره در یک حکومت دیکتاتوری مستقر شد. ماکیاولی به دروغ متهم به خلافکاری و محکوم به اتهامات جعلی شد.
از امور سیاسی کنار گذاشته شد و به مزرعه کوچک خانوادگی خود تبعید و در آنجا مشغول تحصیل شد. او در تبعید گفتگو با سیاستمداران گذشته را آغاز کرد و از آنها واقعیت را در مورد قدرت و سیاست یاد گرفت. همچنین مقالاتی درباره لیویوس مشهور به لیوی، تاریخ‌نگار و شاعر رومی نوشت. ماکیاولی در کتاب کوچک شهریار تمام درس‌های برگرفته از مطالعات خود را خلاصه کرد. او به امید گرفتن پستی در دولت جدید این اثر را به خانواده مدیچی تقدیم کرد. اما شهریار کتابی بسیار خطرناک بود و آشکارا حقیقت را بیان می‌کرد. موضوع آن قدرت است. چگونه آن را به دست آوریم و چگونه آن را حفظ کنیم. یک فرد می‌تواند بیاموزد که چگونه از طریق درس‌های تاریخ، اعم از تاریخ معاصر یا تاریخ یونان و روم، قدرت را به دست آورد و حفظ کند. اولین تصمیمی که فرد باید بگیرد این است که آیا واقعاً طالب قدرت است؟ زیرا فردی که واقعاً خواهان قدرت نیست باید از میدان بیرون برود. کسانی که در پی قدرت هستند باید حاضر باشند به هر کاری که برای به دست آوردن قدرت لازم است دست بزنند. آنهایی که دنبال قدرت هستند باید بدانند قدرت را در برابر چه چیزی یا بر چه کسانی می‌خواهند. ابزار اعمال قدرت کدامند و مراحل حفظ قدرت چیست؟ در این کتاب دستورالعمل گام به گام برای دیکتاتور بودن، یک گام مهم این است که بدانیم فرد می‌خواهد دیکتاتور برای چه کسانی باشد. رژیم دیکتاتوری بنا به ماهیت آن باید رژیم سلطنتی باشد که توسط یک نفر اداره می شود. 3 نوع سلطنت داریم که عبارتند از سلطنت‌های موروثی، پادشاهی‌های مختلط که در آن شاه سلطنت موروثی موجود را ادامه می‌دهد و پادشاهی‌های تازه تأسیس شده که شاه به عنوان یک مؤسس و مبتکر حکومت می‌کند. سلطنت موروثی ساده ترین نوع حکومت است. دیکتاتور احتمالی نباید دست به نوآوری بزند، زیرا باعث دردسر می شود. تغییر دادن نوعی انتقاد ضمنی است از آنچه از قبل بوده است. به علاوه، مردم واقعا نوآوری نمی خواهند. یک سلطنت مختلط می تواند از طریق ادغام یا گسترش ایجاد شود. پادشاه باید از نوآوری در قلمرو موجود خودداری کند، اما بیرحمانه عمل کند و هر گونه خطر احتمالی در مناطق تازه تصرف شده را از بین ببرد. چنین رهبری باید از شخصیت یک قاضی زیرک برخوردار باشد و تشخیص دهد که کدام گروه از مردم واقعاً از او حمایت خواهند کرد و به چنین افرادی پاداش دهد. همه مخالفان باید در ابتدای زمامداری قلع و قمع شوند. باید با مردم خوب رفتار کرد یا آنها را نابود کرد. رژیم‌های سلطنتی جدید نادر هستند. نمونه‌های تاریخی شامل مواردی است مانند موسی که قوم اسرائیل را رهبری کرد و کوروش بزرگ که بنیانگذار ملت ایران بود. رهبر رژیم سلطنتی باید یک جنگجو باشد. یک حاکم صلح طلب اگر در صدد اصلاحات باشد دچار مشکل می شود. کسی که می خواهد حکومت کند باید ارتش داشته باشد. ارتش حرفه‌ای وفادار نیست. سربازان آن فقط برای پول خدمت می کنند و رهبران آن ارتش علاقمند به حفظ سرمایه خود یعنی نفرات خود هستند. اما یک نیروی شبه نظامی که از سربازان شهروند متشکل باشد سپاهی را فراهم می کند که به حاکم وفادار خواهد بود. ماکیاولی قواعد حفظ قدرت را نیز شرح می دهد.
دیکتاتور قدرت را برای انجام کارهای خوب نمی‌خواهد. او قدرت را به خاطر خودش می‌خواهد. رهبر باید دارای چندین ویژگی باشد. اول اینکه رهبر باید حیله‌گر باشد، نه عاقل. برای رهبر درک روحیات مردم و نحوه رفتار آنها ارزش تمام درس‌ها و فلسفه جهان را دارد. رهبر به دنبال حقیقت نهایی نیست، بلکه به دنبال چیزی است که برایش کار می‌کند. دومی که رهبر باید خسیس و بخیل باشد. ماکیاولی معتقد بود که اگر سزار واقعاً یک رهبر خوب بود، همه کسانی که با او مخالف بودند را در فارسال، شهری در جنوب یونان، کشته بود. او معتقد بود که سزار در دادن هدایا به مردم روم بسیار تجملاتی بود. رهبر سخاوتمند خود را از نظر مالی تباه خواهد کرد و قادر نخواهد بود ابزاری برای حفظ قدرت کسب کند. قدرت درباره نیرو و پول است تا بتوان آن نیرو را خریداری و حفظ کرد. سوم اینکه رهبر باید بی‌رحم باشد. منفور بودن و ترسیدن از رهبر بهتر از محبوبیت اوست. مردم به کمک رهبر محبوب خود نخواهند رفت مگر اینکه برایشان راحت باشد. اگر مردم از رهبر بترسند به کمک او می روند. تنها راه ترساندن مردم ظلم و ستم است. و چهارم این که توانایی دروغ گفتن کلید موفقیت است. رهبر هرگز نباید به قولی عمل کند مگر اینکه برایش راحت باشد. هر آنچه در لحظه مصلحت است باید بگوید، بعد هر طور که خواست عمل کند. انتخاب اطرافیان نزدیک رهبر نیز مهم است. این اطرافیان باید توانمند، وفادار و تحت کنترل رهبر باشند. پیروان رهبر باید چاپلوس باشند و از او تعریف کنند. اما رهبر باید بتواند این تملق گویی را تشخیص دهد. هر کس در ملأ عام با رهبر مخالفت کند یا در انظار عموم نظری صریح ابراز کند باید عزل شود. ماکیاولی در بیان مثالهای خود روی افراد متوسط متمرکز می شود. سپتیمیوس سوروس از سال 193 تا 211 بعد از میلاد امپراتور روم بود. او مردی با توانایی متوسط بود اما در روم به قدرت رسید. آن قدرت را به مدت 18 سال در اختیار داشت. سپس آن را به پسرش سپرد و در سن پیری درگذشت. او این کار بزرگ را با شناخت محدودیت‌های خود و با تمرین ویژگی‌هایی که ماکیاولی نام می‌برد به انجام رساند. سپتیمیوس سوروس مردی خسیس، فریبکار و ظالم بود. او قادر به بو کشیدن توطئه و تهدید بود. شاید در قرن 20 استالین موفق ترین کسی باشد که به قواعد ماکیاولی عمل کرده. استالین کشورش را به یک قدرت اتمی تبدیل کرد و در جنگ جهانی دوم آن را با بیرحمی و زیرکی به پیروزی رساند. تروتسکی سیاستمدار و یکی از مخالفان استالین میگوید جوزف استالین یک آدم متوسط است اما بی‌کفایت نیست.